داستانم از امیرالمومنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه نقل بکنم. در غزوه خندق بود. پهلوان قریش عمرو بن عبدود کسی بود که اگه چرمی زیر پاش میگذاشتن 50 پهلوان جوان نمیتونست اون چرم از زیر پاش بکشه مگر اینکه اونجایی که پا گذاشته چرم پاره میشد. در غزوه خندق وقتی که عمرو بن عبدود از خندق پرید، حضرت علی در مقابلش ایستاد، گفت از روی جنازه من باید رد بشید. مثل این که علی رو تحقیر کرد، گفت برو جوون، برو یه نفر در خور من بفرست، پهلوان قریش و عرب. گفت فقط من. گفت برو که در خور من نیستید. گفت نه، از روی جنازه من. با اون ذوالفقارش با هم دیگه درگیر شدن. عمرو بن عبدود به زمین زد و لبه شمشیرشو گذاشت رو حلقومش. در همین اثنا این پهلوان قریش، معذرت میخوام، آب دهنش ترک کرد تو صورت حضرت علی رضی الله عنه. میتونست اونجا فشار بده، یعنی این حلقومش و این رگ گردنش زیر تیغ ذوالفقار بود، ولی شمشیرشو کشید گذاشت تو غلاف، گفت بلند شد. بعد از اینکه آب دهن انداخت تو صورتش گفت بلند شد. گفت یک بار دیگه. دوباره با هم دیگه درگیر شدن، دوباره خوابوندش رو زمین، ذوالفقار رو گذاشت رو گلوش. گفت علی قبل از اینکه منو بکشی فقط بگو چرا بار اول منو نکشتید. چقدر انسان‌های پاک وارسته نفسشون رو کنترل کرده بودن، فرصت حتی به دشمنشون میدادن. چقدر شهامت، چقدر جرأت، چقدر غیرت. پهلوان قریش. ایمان عجایب درست میکنه. قدرتی که در ایمان هست و ایمان این قدرت رو تولید میکنه، هیچ چیز دیگه نمیتونه تولید بکنه. گفت بار اول اگر میخواستم بکشمت میکشتمت، تو فکر میکردی من انتقام اون آب دهن رو گرفتم که تو صورتم انداختی. برای خودش یه بار دیگه بهت فرصت دادم، اما این بار به خاطر اون نیست، به خاطر خدا. همین شخصیت وقتی ابن ملجم خنجر رو فرو کرد تو پیشانی مبارکش، همیشه پیامبر صلی الله علیه و سلم به علی میگفت که ای علی، شما با ضربه شهید میشید که میاد تو پیشانی، خون فواره میزنه، صورت تو ریش تو سینان در بر میگی، اون ضربه شهادت توست. و هر ضربه ای میخورد میگفت نه این نیست، اونی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به من گفته نیست. انصاف در چه موقعیت هایی، تا اینکه ضربه رو فرو کرد ناجوان مردانه تو پیشانی مبارک. همینطور که خون فواره میزد، با این پنجش دسته خنجر رو گرفت و این جمله رو گفت فزت و رب الکعبه، رستگار شدم به رب کعبه قسم. و خون فواره زد، بچه هاشو طلبید، گفت پسرم اگه این ضربه شهادته و باباتون شهید شد و شما دو تا حالت داری، میتونی قاتل باباتون رو ببخشید و میتونی قصاص بگیرید. اگه تصمیم بر قصاص گرفتید، فقط یک ضربه وارد میکنید درست تو پیشانیش، یک ضربه بیشتر به من وارد نکرده. شما فقط حق یک ضربه رو دارید درست همونجا. حق نداری اونو مسله بکنید، حق نداری زندانی بکنید، آب و غذا بهش ندید، حق ندارید که گوشش ببرید، بدنشو سیخ سیخ بزنید با لگد تو صورتش. فقط یک ضربه به باباتون زده، حق یک ضربه دارید. اما اگر خودم موندم
زنده موندم خودم میدونم یا میبخشمش. اون یه بحث جداگانه است. انصاف رو نگاه بکن. با دشمن چه انسانهای بزرگی بودن.